بازم ستاره دنباله‌دار پاییز یعنی آبان ماه به دیار ما رسید. یه آبان ماهی ظاهرش معمولی آرومه، ولی تا دلت بخواد قند و عسل و خدای جذابیته. اراده اون واقعا مثال زدنیه و کافیه که عقرب درونش رو کنه تا همه به قوی و هوشیار بودنش پی ببرن. یه آبان ماهی روابطی پایدار داره و تو ابراز عشقش واقعا ایدئال و پرشوره. اون تو داره خجالتی و بلند پروازی و منطقی بودن از خصایص عزیز اونه. متولد آبان ماه کنجکاو و دوست داره سر در آوردن از مسائل مرموزه. اون آدمی سیاستمداره و تو مشکلات اهل سرزمین صبوریه. ممکنه که گاهی حسود و عصبی بشه، ولی زاده ماه مهربون آبان همون آدم زیباییه که ما واسه تولدش تا حالا انتظار کشیده. آبان ماهی عزیز، تولدت